سلام دوستان، وقت بخیر. در جلسه آموزشی امروز قصد دارم تا توابع شرطی اکسل که از مهمترین توابع این نرم افزار می باشند به صورت کامل و با مثال براتون توضیح بدم. در جلسه امروز یاد خواهیم گرفت که چجوری از توابع if, ifs, if error و if na در فرمولامون استفاده بکنیم. پس اگر اکسل باز هستید پیشنهاد میکنم این آموزش رو حتما تا انتها ببینید و با ما همراه باشید. خب فرض بکنیم که میزان بودجه مشخصی در اختیار داریم. یک سری فعالیت‌ها تعریف کردیم با هزینه مشخص. می‌خوایم ببینیم با استفاده از این بودجه میتونیم اون فعالیت‌ها رو انجام بدیم یا نه. برای این کار میایم از تابع if استفاده می‌کنیم. تابع if 3 تا آرگومان داره. در آرگومان اولیه میاد یک مقداری رو میسنجه، یک شرطی رو بررسی میکنه. اگر میزان شرط درست بود یک مقداری برمیگردونه و اگر شرطی که انجام داد نتیجهش اشتباه بود یعنی مقدارش فالس بود یه مقدار دیگه‌ای که خودمون مشخص میکنیم و بهمون برمیگردونه. الان میایم میگیم که اگر بودجه لازم برای انجام این فعالیت از بودجه در دسترسمون بیشتر بود، این میشه شرط تستیمون، یعنی میاد بررسی میکنه که آیا بودجه لازم برای فعالیت از بودجه در دسترس برای اون فعالیت بیشتر هست یا نه. خب میگیم اگر درست بود یعنی بیشتر بود، بگو این آپشن در دسترس نیست مثلا، یعنی این فعالیت رو نمیتونیم انجام بدیم. ولی اگر درست بود میخوام به اون برگردونه که این فعالیت قابل انجام است. خب اینجا پرانتز رو میبندیم و اینتر رو میزنیم. برای مابقی سلولا هم با شیفت داون و کنترل دی فرمول رو ران میکنیم. اینجا اگر تست بکنیم میگیم که بودجه لازم برای سفر به کیش 25 میلیونه. این اعداد همشون شانسی هن. 25 میلیونه، بودجه در دسترس ما 20 میلیونه. خب چون بودجه لازم برای فعالیت بیشتره این آپشن در دسترس نیست. اما اینجا مثلا دعوت خانواده برای شام هزینه‌اش مثلا 2 میلیون تومنه، بودجه ما 20 میلیونه و این فعالیت برای ما قابل انجام هست. الان فرض بکنیم که برای هر فعالیتی میزان رضایت هم داریم. مثلا فرض بکنیم از سفر به کیش رضایت 100% برای ما مثلا لحاظ میشه، با خرید PS5 مثلا 70% بهمون رضایت میده. الان میایم تابع if رو با تابع and ترکیب میکنیم به این شکل. میگیم اگر فعالیت میزان بودجهش از بودجه ما کمتر بود و رضایت بالاتر از 70 داشت، یا مثلا رضایت بالاتر از 50 میگیم، بیا اون فعالیت رو برا ما تو دسته قابل انجام قرار بده، در غیر این صورت تو دسته غیر قابل انجام. خب اینجا میگیم که if، خب شرطمون دوتایی، یعنی میگیم دو تا چیز رو باید بررسی بکنی. یکی این که بودجه در دسترسمون بیشتر از بودجه فعالیت باشه و دو رضایتش حداقل 50 باشه. خب اینجا از تابع and هم استفاده میکنیم به این شکل. میگیم که اگر این بودجه لازم، ببخشید اینجا مساوی رو نذاشتم. خب میگیم اگر بودجه لازم برای فعالیت کمتر بود از بودجه در دسترسمون و میزان رضایتش که توی این سلول مشخص کردیم توی اون ستون، میگیم بزرگتر یا مساوی 50 بود، یعنی حداقل بهمون 50% رضایت رو بده. اینجا میاد دو تا شرط رو بررسی میکنه. در این حالت میگیم اگر هر دوتاش درست بود قابل انجام است. در غیر این صورت قابل انجام نیست. خب اینجا پرانتز رو میبندیم. دوباره شیفت داون و کنترل دی. همونطور که مشاهده میکنید اینجا خب این برای این دو تا فعالیت که بودجه‌مون نمیرسه پس اینا قابل انجام نیست. برای این دو تا فعالیت بودجه‌مون میرسه ولی مورد آخر که حسرت خوردن و کشیدن سیگاره، چون میزان رضایتش 20% و ما میخوایم میزان رضایتش بیش از 50% باشه، این مورد هم برامون زده قابل انجام نیست.
مورد دیگه تابع ایفز هستش. در این سناریو میخوایم بررسی بکنیم که اگر مقدار مشخصی، مثلا اینجا من 7 میلیون مشخص کردم، بتونیم قرض بکنیم، کدوم یک از این فعالیت ها قابل انجامه و کدوم یک قابل انجام نیست. خب تابع ایفز میتونیم به تعداد نامتناهی شرط بررسی بکنیم، ولی برای هر شرط فقط یک مقیاس در نظر میگیریم. خب اینجا میگیم که یه لاجیکال تست داریم، یه value if true، یعنی میگه یه تستی و یه شرطی و شما بذار من بررسی میکنم، فقط در شرایطی که اون شرط درست بود من یه مقداری بهت برگردونم. اینجا میگیم که خب اگر بودجه لازم برای فعالیتمون کوچیکتر از بودجهمون باشه، خب بیا بگو مثلا با خیال راحت انجامش بده، چون اینجا مشکل بودجه نداریم. خب اینجا میگیم که خب میگیم اگر بودجهمون کمتر بود ولی تا 7 میلیون اختلاف داشت، یعنی اختلافش کمتر از 7 میلیون بود، میتونیم قرض کنیم مثلا اونو انجام بدیم. خب اینجا از تابع اند استفاده میکنیم چون دو تا شرط رو میخوایم بررسی بکنیم. یک، میگیم اگر بودجه لازم برای فعالیت بیشتر بود از بودجه در دسترس و بودجه لازم برای فعالیت اختلافش یعنی منهای بودجه در دسترس کوچکتر یا مساوی بود از 7 میلیون، این شرطمونه. خب بیا مثلا بهمون برگردون که با کمی قرض میتونی انجامش بدی. در غیر این صورت مثلا اگر بودجهمون، ببخشید دوباره اند میخوایم استفاده بکنیم چون دو شرطیه، میگیم اگر بودجه لازم برای فعالیت بیشتر بود از بودجه در دسترسمون و اختلاف این دوتا بزرگتر بود از 7 میلیون، خب بیا بگو که اصلا بهش فکرم نکن. خب اینجا من اوکی رو میزنم و تابع رو میبندم. خب اینجا اومده بررسی کرده بودجهمون 20 میلیونه، بودجه لازم برای سفر به کیش مثلا 25 میلیونه، اختلاف این دوتا کمتر از 7 میلیونه، گفتیم میتونیم 7 میلیون قرض بکنیم. پس اینجا گفته با کمی قرض میتونی انجامش بدی. اینجا بودجه لازممون 30 میلیونه، بودجه در دسترس مثلا 20 میلیونه، چون بیشتر از 7 میلیونه گفته اصلا بهش فکرم نکن. اون دوتا هم که بودجهمون بیشتر از بودجه لازم برای فعالیت گفته با خیال راحت انجامش بده. تابع ایفز به میزان بسیار زیادی میاد، تابعی که به صورت تو در تو ما مجبوریم از ایف استفاده بکنیم و برامون راحت بکنه. فرض کنیم همین آیتم رو میخواستیم با ایف ساده انجام بدیم. اگر محاسبات این ستون رو با ایف انجام میدادیم باید به این شکل عمل میکردیم. خب اینجا میگیم که بیا برامون دو تا شرط رو بررسی بکنی، یکی این که بودجه لازم بزرگتر باشه از بودجه در دسترس و اختلاف اون دوتا بزرگتر باشه از 7 میلیون. خب در این حالت میگیم چی؟ میگیم مثلا بهش فکرم نکن. در غیر این صورت اگر، دوباره یه دیگه باز میکنیم، اگر این مقدار کوچکتر یا مساوی بود از بودجه در دسترس ما، خب میگیم با خیال راحت انجامش بده. در غیر این صورت دوباره با یه ایف دیگه باز میکنیم، بیا دو تا شرط دیگه بررسی کن. میگیم اند. خب اینجا میگیم اگر بودجه لازم بیشتر از بودجه در دسترس بود و اختلاف اون دوتا کوچکتر یا مساوی 7 میلیون باشه. خب چی کار کن؟ بیا بگو که با کمی قرض میتونی انجامش بدی. در غیر این صورت اصلا بهش فکرم نکن.
ببینم پرانتزا رو بستم. فرض بکنیم که درست. ببخشید یه چک بکنم. خب اینجا بستیم، اینم بستیم، درست. خب شیفت داون، کنترل دی. همونطور که مشاهده میکنید مقادیر این ستون با مقادیر این ستون کاملا برابرن، اما سختی فرمولاشون اصلا با هم دیگه قابل مقایسه نیست. در ادامه مبحثمون فرض بکنیم که یه همچین جدولی از داده ها در اختیار داریم. فرض کنیم 4 تا فیلم هستن، برای هر فیلم 20 تا بلیت در اختیار داریم. تعداد متقاضیای هر فیلم هم مشخصن. فرض بکنیم که اگر هر شخصی بخواد برای خانواده‌اش کلا بلیت بگیره، به هر نفر چند تا بلیت میرسه. خب در این حالت میگیم که از حالت تقسیم خیلی راحت استفاده میکنیم. میگیم بیا این سلول رو بر این سلول تقسیم کن و برای سایر سلول ها میایم اینو اعمالش میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید اینجا ارور تقسیم بر 0 رخ میده. در این حالت میایم از برای اینکه به همچین مشکلی نخوریم از تابع ایف ارور استفاده میکنیم به این شکل. خب میگیم ایف ارور. خب تابع ایف ارور 2 تا آرگومان داره، اینجا قابل مشاهده است. 2 تا آرگومان داره. میگه بیا ولیوتو بسنج، اگر ولیوت ارور خورد یا مشکلی داشت یه مقداری رو برام تعریف کن تا من اونو بهت برگردونم. خب مثلا ما میگیم اینو بیا بررسی کن، در صورتی که مشکل داشت شما بیا بهمون برگردون، قابل انجام نیست مثلا. خب الان اگه بیایم اینو اعمال بکنیم برای سایر ستون ها داریم اینجا تقسیم بر 0 رخ میده، چون به لحاظ ریاضی عدد تقسیم بر 0 تعریف نشده است اکسل نمیتونه اونو تعریف بکنه، برای همین اون مقداری که خودمون بهش گفتیم و بهمون برگردونده. یا مثلا فرض بکنیم که میخوایم با تابع ویلوکاپ یه مقداری که وجود نداره رو برگردونیم. خب میگیم که بیا در این جدول اون عددی که اینجا من سرچ میذارم و در این جدول برامون بگرد توی ستون سومش، خب و به صورت exact match یعنی فالس میزنیم. خب الان اینجا من 0 رو وارد کردم، خب اینجا هیچی وارد نشده، امتیه. یا مثلا فرض بکنین 7 رو میزنم، چون همچین دیتایی در این جدول وجود نداره ارور نات اویلیبل میگیریم. دوباره به همین شیوه میتونیم از تابع if na استفاده بکنیم، یعنی اگر نات اویلیبل بود. بخشید خب اینجا میگه اون ولیو رو بذار بهت برگردونم اگر وجود نداشت. خب اگر وجود نداشت بیا بهمون برگردون که همچین دیتایی وجود ندارد. خب اینجا پرانتز رو میبندم. خب اینجا اگر هر عددی وارد بکنیم که داخل این جدول نباشه میگه همچین دیتایی وجود ندارد. مثلا به همین شکل. خب دوستان این آموزش اینجا به اتمام رسید، اما مجموعه آموزشی که قصد دارم اونو کامل بکنم شامل بررسی اکسل از تمامی زوایا برای استفاده افراد مبتدی تا حرفه‌ای هستش. اون هنوز توی ابتدای راهشه، پس اگر اکسل ابزار کار شماست پیشنهاد میکنم حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید در جریان قرار بگیرید. در آخر لینک دانلود فایل اکسل فرمولای استفاده شده تو این آموزش رو هم براتون تو دیسکریپشن این ویدیو قرار میدم. پیشنهاد میکنم این 2 تا ویدیویی که روی صفحه براتون ظاهر شدن رو حتما مشاهده بکنید. مرسی که با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.